در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای نورسان در آستانه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان به 50 نفر ورزشکاران ناحیه شغنان لباس مخصوص ورزشی و لوازمات ضروری ورزشی تقدیم کرده شد. من همچون ورزشکار منتوری خود را به فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی میرسانم که ما ورزشکاران را دستگیری نموده ایستاده است. ما در نوبت خود وعده میدهیم که بار چنین غمخواری ها برای رشد نمو ورزش تاجیک سهم خود را باز هم دوچند میکنیم. طایفه های جشنی را در میدانچه معاصر مرکز ناحیه شغنان به جوانان و نورسان از جانب فرمانده قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سهراب رؤوف‌زاده و مسئولین ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تقدیم نمودند. محض غمخوری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان مخصوصا ناحیه شغنان و امروز مرکز ناحیه شغنان یکی از مرکزهای زیباترین در ولایت به شمار می رود. چندین انشاءهای عظیم در ناحیه شغنان ساخته به استفاده داده شدند. از غمخواری به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که امروز تمام مردم من ناحیه شغنان از آنها استفاده برده ایستادند و امروز چنانی که ما دیده ایستادیم از طرف فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی